در جستجوی چشمه مارها، محل یا کلونی که مارها در اونجا زمستون خوابی میکنن. قبل از اینکه به این موضوع بپردازم ماجرایی رو تعریف کنم. بیش از 20 سال پیش وقتی برای دیدن مارها به سفر میرفتم، در برخی از مناطق مردم در مورد چشمه مارها صحبت میکردن، جایی که به جای آب مار میجوشه. تعریف میکردن که در جایی در کوهها از زیر زمین مارها به صورت چشمه و آب میجوشن و بهش میگفتن ایلان بولاقی یا ایلان لاربولاقی، جایی که آب وجود نداشت و فقط مارها از زیر زمین در فصل بهار به بیرون می اومدن. با شنیدن این داستانها متوجه شدم در مناطق مختلف جایی وجود داره که مارها به صورت تجمعی زمستون خوابی میکنن و از اون محل در فصل بهار بیرون میان و در منطقه پخش میشن. بعد از سالها جستجو در مناطق مختلف با کمک گرفتن از برخی از افراد بومی، مارگیرهای محلی و تجربیات خودم چندین کلونی مختلف از مارهای گوناگون در مناطق مختلف ایران پیدا کنم. برای تصویربرداری از یکی از این کلونی‌ها یا محل خواب زمستانی مارها به استان زنجان سفر کردیم. طبیعت بهار سرسبز بود و پر از حشرات مختلف. 2-3 سال تلاش کردیم که زمان درستی برسیم و از جمعیتی که از این کلونی‌ها خارج میشن تصویربرداری کنیم، ولی موفق نشدیم. بالاخره بعد از کلی تلاش توسط من و بقیه دوستان که زحمت کشیدم ازشون ممنونم، اولین تصاویر از کلونی یا محل خواب زمستانی افعی‌های زنجانی که به صورت جمعیت زیاد خارج میشن تصویربرداری کنیم و این تصاویر زیبا و ناب به تصویر بکشیم. تصویری که مشاهده می‌کنید و در فضای مجازی بسیار پخش شد، کلونی یا تجمع مارهای آبی چلیپر که در خواب زمستونه بودن و به صورت تجمعی بیرون میان. مار آبی چلیپر مار خطرناکی نیست. به صورت کلونی یا محلی که به صورت جمعیت زیادی از مارها خواب زمستون انجام میدن فقط مربوط به مارهای زهرآگین نیست، بلکه مارهای غیر زهرآگینی هم در دنیا هستن که به این صورت خواب زمستونه دارن. اگر در منطقه خودتون همچین صحنه‌ای رو مواجه شدید، به هیچ عنوان محل زمستان خوابی مارها رو تخریب نکنید، چون در منطقه‌ای که زیست می‌کنن نسل‌های این مارها تلاش کردن و نقطه‌ای که مناسب بوده برای خواب زمستانه رو انتخاب کردن و اگر محلشون تخریب بشه ممکنه جایی رو پیدا نکنن و جمعیتشون از بین بره. این مارهای غیر زهرآگینی که در دستم مشاهده می‌کنید مثل مار آتشی از محل خواب زمستانی که با افعی‌های زنجانی بودن خارج شده بودن و کمی دورتر در حال حرکت بودن که ما از اونها تصویر گرفتیم. برای دیدن ویدیوی کامل و مفصل‌تر در مورد این گونه و این موضوع میتونید به کانال یوتیوبم مراجعه کنید و ویدیویی که به اشتراک گذاشته رو مشاهده کنید. از حمایت‌های شما ممنونم.